سایپا ماشین ایرانی رنگ نقره، اینا تو رنگ ترکیده، آفتاب سوخته. امروز اومدیم تست محصول رفع آفتاب سوختگی رو واسهتون بگیریم. اول از همه محصول رفع آفتاب سوختگی رو اسپری می‌کنیم رو جای کیلر سوخته، بعد مشما رو روش می‌کشیم. با یه چسب پهن دور تا دور این مشما رو قشنگ چسب می‌زنیم که هوا رو این زیر بگیره. وقتی چسبکاریامون تموم شد بین 1 ربع الی 20 دقیقه میذاریم بمونه. بعد 1 ربع الی 20 دقیقه گوشه مشما رو بلند میکنیم و با کارت آبربانک این کیلر آسیب دیده رو ور میداریم. بعد از اینکه کل کیلر رو ورداشتیم و کار کیلر برداری رو انجام دادیم، میریم برای زدن محافظ رنگ. محافظ رنگ رو اسپری میکنیم روی دستمال به صورت خطی بالا پایین میزنیم که کار محافظت از رنگ رو انجام بده، باعث بشه که دیگه آفتاب سوختگی برنگرده و کار آفتاب سوختگیش کلا انجام بشه. برین حالشو ببرین. اینم از محصول رفع آفتاب سوختگی.